حضرت عایشه رضی الله عنها مادر مومنها باره به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کردند. گفتند یا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلیه یصل الرحم. ابن جدعان این از قبیله حضرت ابوبکر صدیق است. در زمان جاهلیت با خویشاوندان علاقه را پیوست می‌کرد است و با خویشاوندان علاقه را پیوست کردن این صفت پیغمبرها و صفت نیکوکارها و سبب زیاد شوی رزق و سبب دراز شوی عمر است. بنابر حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کسی اگر خواهد که عمرش دراز شود و مالش برکت داده شود فلیصل رحمه، پس با خویشاوندانش رفت آمد را پیوست کند. این ابن جدعان در زمان جاهلیت، یعنی در زمانی که حال اسلام آمده بود، با خویشاوندان علاقه خود را پیوست می‌کرد است و یطعم المسکین، به مسکین ها طعام میداد است و این طعام دادن بسیار عملی خوب است. الله تعالی در قرآن کریم ثنا گفته است به آنهایی که به مسکین طعام میدهند. فهل ذاک نافع، یا رسول همین کاراش فایده میدهد؟ گفته ثواب. ابن جدعان در زمان جاهلیت دو خصلتش را در این حدیث ذکر کرده. آدم کریم بود، به مسکین ها طعام میداد، با خویشاوندان علاقه را پیوست میکرد. فهل ذاک نافع، آیا همین کارش برای او فایده میبیارد؟ قال لا ينفع. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که نه، فایده نمیبیارد. لانه لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، چون او بار هم روز هم نگفت که ای الله گناه مرا روز قیامت ببخش، نگفت. بنابراین علما گفتند که فدل على انه لو قالها بعد ان اسلم نفعه ما عمله في الكفر. همین حدیث صحیح مسلم است، دلالت میکند که اگر رفت و ابن جدعان اسلام قبول میکرد، همین عملهای پیش از اسلامی که کرده بود در زمان کفرش برای او فایده میداد. چون که حضرت عایشه گفتن که عملهایی در زمان جاهلیت کردگیش فایده میداد، گفتن فایده نمیداد برای آن که وای اسلام قبول نکرد. یعنی مفهوم حدیث این است که اگر رفت و اسلام قبول میکرد، عملهایی که در زمان جاهلیت کرد برای او فایده میداد، اگرچه در آن وقت مؤمن نبود. به سبب چی؟ به سبب اسلام قبول کردنش. مسلمان که شد، حتی عملهای صالحی که کرد، ثوابهایی که کرده بود، اون ثوابها را اجرش را بعد اسلامش میگیرد.